گرفته بر کف خود خامه ملت، کنم وصف سعادت نامه ملت. تن ملت که به قانون شریان است، همیشه پاک باد این جامعه ملت. 24مین سالگرد سعادت نامه ملت مبارک. با تو قانونی دورانم تشکر، برای بخت تابانم تشکر. کلید عقل آدم در کف تو، عدالت نگهبانم تشکر. کنستیتوسیا شهستون دولت آباد ما، راهنمای ملت آزاد ما، رمز استقلال ملک تاجیکان، نوبهار آرزوی آدمان. هر سال 6 نوامبر همچون روز کنستیتوسیا در تاجیکستان جشن گرفته می شود. سال 24 است که رویدادهای مهم را ما با شکوه شهامت خاصه تجلیل می کنیم. کنستیتوسیا این بختنامه ملت است. همه قانونها از کنستیتوسیا سرچشمه می گیرد. وظیفه هر یک ما احترام کنستیتوسیا می باشد. ما با کنستیتوسیای خود افتخار داریم. سراول باید گفت که هر یک ملت آزاده صاحب فرهنگ با توجه به واقعیت زمان، منافع ملی، کنستیتوسیا و ساختار دولتی را طبق نیاز و آرمان‌های فطری تاریخی خیش قبول و انتخاب می‌کند، چون که با این وسیله رشد خود را به دغدغه و تبلیغات بی‌معنی تامین نموده با کشور آزاد خود باید افتخار داشته باشد. کنستیتوسیا این بالاتر از قانون و سندهای معیاری است. کنستیتوسیا این اساسهای دولتداری هر یکی ما و شماست. از این لحاظ از صمیم دل تمام تاجیکستانیان را با 24مین سالگرد روز کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تبریک نموده به خاندان هر یکی آنها شادی و فرح و صلح و صفا آرزو ماندم.